برای همین از این گونه رهبرادایی که حتی دیدیم یک برزگاوی دیگر در اونجا که با زنها که زن در جاگه خواب شد که ایرا بسیاری مردم این نوارها را دیدن در چندین محفل معرکه های همین بگیم تاجیکستان که شیشتیم همونها را مذمت میکردن که از همین جا اونها را برده در همون خانه خدا دست به حرام زدیستن، دست به کار حرام میزنن. دوستان عزیز، در پهلوی من داملا حاجی میرزا است. بعضا وقت ما همین شخصیت به خاطری که داغی روزا وقتی موضوع داغی روزا گپ میزند ما همون نواراش گرفته در صحیفه های اجتماعی پهن میکنیم. بعضی نفرها می نویسه که تو چی کار داری، تو چی با میگیری نوارهای او را میمونی. توبه کن خدای مهربان. انسان ها بعضیش با چنان جاهل شدگن که گپ خوب دیگه نمیخواهند که یک کس بگیره در یک جای دیگه بمونه. نخود از همون نوارهایی که در صحیفه های اجتماعی رقاصه نمی لیچ قماربازی است، چی نوارهای بد و بی‌معنی است که به آینده فرزندای شما تاثیر میرسونه. این وود همه خوب نباشه. ای برادرای عزیز، الحمدلله در کار خوب، در راهنمایی خوب شما را خدا ثواب میتیده. برادرای عزیز، من حیران میشم. دوستان عزیز، کامیرا نمیفرد تماشا نکند، کامیرا در معقول نیست تماشا نکند. لیکن این صحیفه من است. من در پیش وجدان و ایمان خودم من فرق را کسبم. چیزی هست نیست، چیزی خوبه که یافتم تبلیغ میکنم، چیزی که بده که یافتم میگم که احتیاط به همین راه داده نشین. حاجی میرزا باز یک موضوع خوبی دیگر درباره انمی حج میبرن که حج درباره هم گفتگی با دقت گوش کنیم برای شما در کار میشود. رحمت کلام برای کلی اون دوستا برادرایی که دستگیری میکنن. از همونجا ایستاده جنجال میبینین در پیش خانه کعبه. پولای مرا خوردی، پولای مقصد نصیبت نکنه. در همون جای جنجالا همون را نوار کرده، در تمام دنیا منتشر کرده. عید شرمندگی نیست. برای چی همین خیلی شما شرمنده میشین؟ برای که کاراتون به خاطر خدا نیست. مقصداتون که بیزنس های مردم فقط همین جلب کرده و برده و هی متر اوقات ارزان میتم، متر گسیسه نزدیک میبرم، متر لوی بحر سرخ میبرم. آخه چی حاجته برای حاجی لوی بحر سرخ بردن؟ هم چی حاجته؟ اوی در عبادتش نداره، ای در ایمانش کامل نکند، چی حاجته؟ چی در کاری که مردم ترغیب و تشویق کرده برای 4 تنگه روتون سیاه و سفید میکنه؟ برای همین برادرای عزیز این چیزا خیلی احتیاط کنید. برادرها و خواهرای گرامی، هیچ وقت مقصد در کارهاتون این خیلی آدما را پیشکار نگیرید. ببینید در مسجد وقتی که ما نماز میخوانیم از پشت یک آدمی میخوانیم که حتی صورتش هم به سنت موافق باشد، ببین آداب داشته باشد، علم داشته باشد، تقوا داشته باشد، بعد ای پشتش نماز میخوانیم. همین رهبرت هم همین خیلی است. باید یک نفری باشد که خیلی او هم بگیم حس دینی داشته باشد، هم حس ملی داشته باشد. ولی بعضی رهبرهای بی عقل بی فراست با مردم در همون جا وقتی گفتن که در مذهب ما آمین بلند گفتن نیست، در مذهب ما در اونجا یک طرف سلام میتن در جنازه، برای مذهب حنبلیان انا یا مذهب مالکیان، لیکن در مذهب خود ما 2 طرف سلام میتیم در نماز جنازه. یعنی که ما مردم هم میگیم برین ای مسجد مادرمان عایشه از همون جا احرام بندین بین همین جا حج کنین. اینها نمیمانن، اینها نمیگیم برین از طائف، برین از طائف برین، مقصد قریب 100 کیلومتر از همینجا بیرون ببرین همونجا احرام بندید گشته بیایید. برای همین با همه حاجی و مراجعت دارم که مسئله و مسائل های حج از اینا نپرسید. این داخل تاجیکستان رهبرای خودمان همش مثال پشتیبانی مذهب حنفی میکنن، اینا با موافق مذهب حنفی میبرن.
من مقصدم اونایی که بیرن از توجیکستان خود با مثال میبرن، اولا همه تون دایره مذهب حنفی قطعی مردم کار بگیرید. دویمش که اگر وقتی که مردم تاجیکا میبری، این خیلی نگو که مذهب دروغه. وقتی مذهب دروغه، چرا تاجیکا میبری حنفی را پولاشون نمیگیری؟ پولاشون حلال، مذهبشون حرام، مذهبشون درست. اگر مذهب حرام میشید، مذهب نادرست میشید، چی برای تصفیه میکنی میره پشتی شیخ سودایس یا شیخ ماهیر که اینا حنبلی هم از پشتشان میخونی؟ مذهب دولتی عربستان سعودی امام احمد حنبل، چرا اونجا دعوا نمیکنی که ای مذهب خطا ای؟ این به عقلی و به فراستی تا در اون درون خودت بگی، در این مردم ترغیب و تشویق نکن. آمین پس میگه، دستاش در زیر ناف در زیر ناف میکنه. در جنازه دو طرف سلام دو طرف سلام میته. از مسجد مادرمون عایشه در کجای همون دلیل شما یک دلیل بیارین که پیامبرمون از مسجد عایشه من کردگی که شما از همینجا احرام نبندید؟ در کجا گفته که اگر کسی از همینجا احرام ببنده روش سیاه حجش قبول نمیشه؟ کجا ده میگه؟ نزد چهار مذهب اجازت میته. ابن بازی که خود مفتی همون سعودی بود اجازت میته که مسجد تنعیم از مسجد مادرمون عایشه برین مقصد احرام بنده. شما که قطعا هم تاکسی های طایف دو گوار دارین، 4 تنگه مردم ساده کرده که میگیرین، با این خاطر مردم مقصد نمیگذارین که مسجد مادرمون عایشه بروه. همین جا هم نفسه، همین جا هم 4 تنگه را پول کار کردن. از همین لحاظی مراجعت من با بعضی همون رهبرانی که با مذهب مردم چقه میشین و همچنان مقصد در اونجا پرابلم های مبلغی تونه و در اونجا رفته زنک های هر خلقتی صحبت کرده و دست به فحش زنا میزنین، این مراجعت برای شما است که خدا بترسید. انشاءالله از خدا امید است که همین نیت های بدتان آسته آسته شما را آشکار میکنه که شما کیین. به همین ایامی بازی بگیم بیرون میشین میرین گم میشین. الله مهربان نگهبان تا باشد. فکر میکنم که آنچه من گفتم شما ایرا فهمیدین. مسئله دیگر مانده است. یک مراجعت دیگر دارم به همه برادرها و خواهرها. در تاجیکستان خودمون یک عادت است. وقتی میبینن که پدرشون تماما عرق نوشی را بس نمیکنن، یا میبینن که بسیار پدرشون از راه های بد نمیگرده، فعلی بد داره، یا دهنی بد داره که حقارت بسیار میکنه، یا تماما نمازش نمیخونه، بعد چیکار میکنن این مردم ما؟ بعد مصلحت میکنن که همین یک بار حج روی میکنیم. از اونجا که گشت مقصد دیگه همه کار را بس میکنن. این برادرای عزیز، این اندیشه شما این بالکل خطاه. هیچ وقت همین آدمی که در همین جا اصلاح نشید، حج او را اصلاح کرده نمیتونه. این اندیشه را از ذهنتون دور کنید. اصلا بگیری همین خیال انسان ها را صدقه هم خانه خدا کنن. ای وقتش تاجیکی ما میگفت که همین کدام سگ ای گوخری بگیم باز ایستادگی کدام سگ. یا الله رحمت کنه شیخ سعدی را میگفت خرچی داند خوردنی قند و نبات، آخری که باشه و کنجی ربات. یا چی میدانن خانه خدا چیه؟ چی میدانن طواف چقدر اجر داره؟ اینقدر عالما و اینقدر دانشمندایی که در تاجیکستان خودمان بودن، همین قدر امکانیت های او زمان ها رفتن نداشتن، همین آرزوها را بیچاره به خانه گورشان بردن، موفق نشیدن.
خدا رحمت کنن بابای مولا شریف که یکی استادای ما بود. وقتی که ما ای حج آمدیم گریه کردن، گفتن که اگه الک اجازت چیده بودو اینها دیگه بیچاره که بیمار بودن قوت نداشتن چی گفتن؟ گفتن قفس شکست و بلبل پیر شد. ببین یعنی همه مانگی هایی که برای رفتن حج بود همه برطرف شد، لیکن بلبل پیر شده دیگه مقصد بیچاره پرواز کردن میتونن، رفتن نمیتونن. سیاه یک گپی بلند گفتن، یعنی آرزوهاشون به خانه قبرشون بردن. امروز این مردکایی که تماما بیرهی بگیم هیچ یک رفتی آدمگری در اینا نیست، یا را میگیرن به اوجه را میبرن. اگر حج اگر اصلاح میکرد همین نوارای نوی دیدین از همینجا رفته در همونجا زنا کردیستن، همینجا رفته در همونجا جنجال پولی و مالی دارن، همونا را اصلاح میکرد. در درون خانه کعبه جنگ جنجال و فاحشگی رفته، اونا را اصلاح نکرده یا را اصلاح میکنه. ولی همین شاعر میگو به طواف کعبه رفتم به حرم رحم ندادن که برونی در چی کردی که درونی خانه آیی. مقصد در بیرون خود اول آماده که تیار که چقدر میل محبتت به همون خانه خدا زیاد شوه و بعد برا عبادت کن، بعد خانه کعبه برا. الله رحمت کنه پیشترهای ما را وقتی میگفتنشون که حج نمیره میگفت ولی تیار نیستم. ببینده بعضی وقت ما را درد میکرد که آخی همه امکانیت داری نمیره با این چی گپه. این امروز نه به همون معنای گپ رسیدیم که یعنی برای حج رفتن آدم اول خوب یک تیاری میبینه، یک ترس خداش زیاد میکنه. مقصد ایوجا گشتم آمدم با یگان گپی بیهوده نگم، یگان کار بیهوده نکنم. گفته بین چقدر احتیاط میکردم. برای همین خواهرین برادرین همین نفرهایی که بیمعنین، همینهایی که بعضی مثال زنهایی که سبک پایین، بسیار بگیم فاسقین، بسیار بی ترتیب و بیمعنین، یا مردک که همی خیلی نریم به همون منطقه را، نریم به همونجا را. یک بار غضب خدا را بسرتون زیاد نکنیم. توبه و ندامت که از این کار و برد ای همش دست بکش. یک آدمی بگیم بسیار سالم و درست شد، الله مهربان توبه همه را قبول میکنه. در هر حالتی باشید صدقاً توبه که روی به سوی خدا بیاد، الله مهربان تو را قبول میکنه. پیامبر میگفت التائب من الذنب کما لا ذنب له. توبه کرده از گناه مثل کسی است که گناه نکرده. توبه که جدی برا ان شاء الله الله مهربان همه اون کردگیو تا میبخشد. ایو جان بیا یک آدمی خوب، یک آدمی نیک بهترین کار میشه. الله رحمت کن شیخ سعدی را میگو هیچ سیقل نتواند کرد آهنی را که بدگوهر باشد. چون بود اصل جوهری قابل تربیت را در او اثر باشد. سگ به دریای هفتگانه بشو چون که تر شد پلیدتر باشد. خر عیسی گربرش به مکه گرچه آید هنوز خر باشد. عاقلان این سخن نکو دانند زاده خر همیشه خر باشد. راه بلدهایی که در حج هستند. برادران عزیز، راه بلد میگن یا بگیم که راهنما میگن، به هر معنایی که باشد. ایره اصلا نام ایره باید که ما یک به معنای مردم ما که راه بلد میگیم، یعنی معناش همیه که اینها از همون منطقه‌ای که مردم میروه و حج میکنند، یعنی از مکه از مدینه، اینا آگاهی دارن، میدونن مقصد انا در کجا است، کعبه در کجا است، میدونن که موضع های زیارت در کجا هست. از این خاطر یعنی اینها از همون بگیم هر یک ادرس هایی که در همون زیارت میدرویه و در عبادت چون میدرویه، اینا از همون آگاهی دارن. ولی اونچه که برای من مهم است گفتن
این است که هر یک رهبر باید مسئولیت داشته باشد. مسئولیت نابسته خواهی رهبرها از داخل تاجیکستان یا بیرون از تاجیکستان. امروز از تاجیکستان بیرون هم مردم تاجیک دعوت به حج میکنند و در همونجا رفته سرپرستی هم میکنند. از این لحاظ مقصد رهبر یکم چیزی مهم برای همین که باید که با تقوا باشد. ببینید تقوا داشته باشد، یعنی خدا ترسی باید داشته باشد. وقتی که حاجی ها را که میبرند، برای حاجی ها مقصد در اونجا چی در کار است؟ چقدر ترغیب کردن در کار، چقدر تشویق کردن در کار، چقدر با اخلاص و مهر و محبت یا را مقصد با خانه خدا و به دین خدا زیاد کردن در کار. هر یک رهبر انمی خیلی باید مسئولیت احساس کنند، تقوا باید داشته باشد. رهبرهای ما یا مسئولایی که ما داریم، من از بسیار اونا آگاهی دارم. اونایی که از داخل تاجیکستان میبرن خیلی رهبرهای خوبن، انشالله بگیم بچه های با تقوا هن، حتی دامولا هم هستن، از علم هم شکر خدای مهربان آگاهی دارن. ولی هست نفرهایی که در این بین از جهت تقوا هم کمبودی دارد، از جهت علم هم کمبودی دارد. در مسئله بگیم که همون ترتیبایی که برای حاجی ها باید که گذاشتن در کار بی پروایی میکند، بی اهمیتی میکند. خدای مهربان پرده دعا کن در کار که بعضی ها شاید در همون جایگان دخترای زیبا و زنکای زیبا را میبینن، حتی با اونها علاقه گپ پرتایی میکنن. در همین نوارهای نو دیدیم که حتی بعضی رهبرها در نزد خانه کعبه دیدیم که جنجال برای پول بود، جنجال برای همون درآمدایی که حاجی ها گرفته بودن، جنجال برای همون بود که تو پولی مرا خورده، اوش که تو پولی مرا نخورده، اونش که خدا ترا جزیر کنه، خدا ترا لعنت کنه در پیش خانه خدا. این رهبرها، این گونه رهبرها برادرای عزیز، اینها یگان مسئولیت احساس نمیکنند. اینا یک شرمندگی به نام خدای مهربان میارن. حیف برادرای عزیز که همین خیر نفرها خداشون رهبر داد، خداشون مقصد بگیم که یک صدها حاجی را مقصد میگیرن و گویا که اینها مقصد در عبادت اونها و در خداشناسی اونها گویا که کمک میکنن، یا اونها را مقصد نصیحت میکنن و مصلحت میدن که خداشون اینا بیچاره از باد و بخار برآمدگیان. پیامبر گرامی میگه که من حج لله فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدت امه. کسی حج میرود به خاطر خدا برود، یکم. دویم که وقتی حج میرود در حج غیبت کرد، اگر حقارت کرد، ببینید اگر در حج جنجال کرد، در حج اگر دست به زنا زد، اگر در حج با زنها مقصد صحبت‌های علاهیده کرد، اینها برادرای عزیز در هر قدمشون به همونجا رفتگی لعنت خدا به سر شده. ولی کسانی که در اونجا رفتن به خاطر خدا، ببین عبادت کردن، گریه کردن، توبه کردن، پیامبر گرامی گفت اینها گفت از اونجا مثل نو فرزندی که از مادر به دنیا میاد که نامه اعمالش هیچ خطایی ندارد، انا اینها به مثال همینند. برای همین از این گونه رهبرایی که حتی دیدیم یک برزگاوی دیگر در اونجا که با زنها که زن در جاگه خواب شد، که ایرا بسیاری مردم این نوارها را دیدن در چندین محفل معرکه های همین بگیم تاجیکستان که شیشتیم، همونها را مذمت میکردن که از همینجا اونها را برده در همون خانه خدا دست به حرام زدیستن، دست به کار حرام میزنن. همو بگیم فاحشه افلاسی فاجره بدبخت با رفته در همونجا عبادت میکنه، ای جمعی زیناشا میکنه. وقتی تاجیکستان میاد مردم ساده ما
یا نمالا که سطر میکنن خودش محکم میکنن حاجی بیبی گفته با میروان را زیارت میکنن. چی میدونه که حاجی بیبی قریب 20 روز یا 25 روز در آنجا با تنه جنوب گشتگی. برای همین از این گونه رهبلدایی که فقط کیسه شما را نگاه میکنن، فقط پول شما را نگاه میکنن، از اینا احتیاط کنید. چون این انسان ها دا برادرها و خواهرای گرامی هیچ وقت مقصد در کارهاتون این خیل آدم ها را پیشکار نگیرید. ببینید در مسجد وقتی که ما نماز میخوانیم از پشت یک آدمی میخوانیم که حتی صورتش هم با سنت موافق باشد، ببین آداب داشت. الله همتون را نگهبان باشد. فکر میکنم که محتوای گپی مرا، سخنی مرا شما فهمیدید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.